الفبای موسیقی. تعداد الفبای ما در موسیقی چند تاست؟ این همه موسیقی ما شنیدیم از ازل تا ابد و هنوز هم قرار ملودی های زیبایی خلق بشه که ما هنوز نشنیدیم و حتی به مخیلمون خطور نمیکنه. تمام این نوت ها و اصواتی که ایجاد شده به وسیله 7 نوته. بله، تعداد الفبای موسیقی ما 7 است. به ترتیب نام میبرم: دو، ر، می، فا، سل، لا، سی. فارسی نام بردمشون برای اینکه همیشه بتونیم با اپلیکیشن های بین المللی کار کنیم، باز مترادف یا معادل اینا رو به خاطر داشته باشیم. نوت دو در فارسی معادلش در انگلیسی حرف سی هست. نوت ر در فارسی معادلش در انگلیسی دی هست. نوت می در فارسی معادلش در انگلیسی ای هست. نوت فا در فارسی معادلش در انگلیسی اف. نوت سل در فارسی معادلش در انگلیسی جی. نوت لا در فارسی معادلش در انگلیسی ای. نوت سی در فارسی معادلش در انگلیسی بی. موسیقی رو راحت یاد بگیرید. آوای فراز.